سلام بچه‌ها، چطورید؟ من آنیکا هستم، دانشجوی ترم 5 ادبیات انگلیسی و توی این ویدیو میخوام همه چیز در مورد این رشته بهتون بگم. پس بزن بریم. به هر میزان اگر اینجوری باشه که شرکت کننده هاش نسبت به شرکت کننده مثلا یه رشته دیگه یا یه کنکور دیگه کمتر باشه، به همون میزان پذیرشش توی دانشگاه هم کمتره. یعنی مثلا توی سالی که من ادبیات انگلیسی قبول شدم، توی اون سال کشور فقط 1000 تا دانشجوی ادبیات انگلیسی میخواست. مثلا اینجوری که توی رشته های دیگه شما تا 3000 یا 4000 5000 اینا ممکنه دانشگاه دولتی قبول شین، ولی توی ادبیات انگلیسی اگه مثلا بشین 3000 دیگه میشین شبانه ادبیات انگلیسی. ببینید اینجوریه که شما وقتی ادبیات انگلیسی میخونید، چون ادبیات انگلیسی یعنی فرهنگ و شما بیشتر با فرهنگ مردم انگلیسی زبان سر و کار دارید، بنابراین مردم از بیرون شما رو معمولا یه فرد خیلی اوپن و با کلاس میبینن و معمولا یه فردی که ازش انتظار دارن خیلی سوادش بالا باشه. یا حتی تو دانشگاه خیلی هم میپرسیدن رشته چیه و من میگفتم که ادبیات انگلیسی، میگفتن خاله یه شعر شکسپیر برامون مثال بزن. یا کلا شما رو یه فرد ادبی میبینن یا کسی که خیلی انگلیسیش خوبه که باید هم اینجوری باشه. و خب من خیلی اینو دوست داشتم و هنوزم خیلی واسم ارزش داره وقتی که اینجوری بهم نگاه میشه. ببینید همه چیز توی این رشته به انگلیسیه، حتی استادا باتون انگلیسی صحبت میکنن و به انگلیسی درس میدن حتی. یعنی مثلا شما نمیتونید بگید که اوکی حالا من میام توی دانشگاه اگه انگلیسیم خوب نیست انگلیسی میخونم نه من پیشرفت میکنم. نه خیر، شما باید انگلیسی در حد آیلتس 7 و 8 باشه که بتونی از پس این رشته بر بیای. حتی بعضی جاها واقعا بیشتر از آیلتس 7 8، مثلا درسی مثل درآمد، نورتون، اساطیر روم و یونان، شعر انگلیسی، ادبیات آمریکا، همه این درس‌ها نیاز دارم واقعا به انگلیسی خیلی سنگین، یه لغات خیلی گنده مثلا توی واحدامون هست که حتی تو دیکشنری نمیتونی اونا رو پیدا بکنی، انقدر که ادبی و قدیمی مربوط به سالهای خیلی قبله. خب بنابراین انگلیسی توی رشته ما مثل جدول ضربه، مثل اینه که مثلا تو بگی که خب من جدول ضربم خیلی خوبه پس میرم مثلا مهندسی برق میخونم. بابا اون اصلا مثل جدول ضرب تو مهندسی برق، میدونی چی میگم؟ این از این. واحدای ما بیشتر با فرهنگ و تمدن اون کشور سر و کار دارن. ادبیات یعنی فرهنگ و ما مثلا میخونیم که توی فلان دوره، توی فلان قرن یا فلان سال یه اتفاقی، یه موجی توی مثلا کشور انگلیس یا آمریکا افتاد و چه تأثیری روی فرهنگ داشت، این فرهنگ چه تأثیری روی ادبیات داشت. خب و همه اینها به صورت زنجیری میان روی ادبیات تاثیر میذارن و اون ادبیات رو ما میخونیم که واقعا زیبا هستش. و شما انقدر شعر شاعرای بزرگ انگلیسی یا آمریکایی رو تحلیل میکنید اصلا ذهنتون ادبی میشه و انگار دنیا رو کلا شاعرانه و ادبی میبینید که خیلی قشنگه. من دوست دارم. بچه‌ها من روزایی که امتحان داریم انقدر که میشینم میخونم و ذهنم ادبی میشه، مثلا کلی داستان میخونم یا کلی شعر میخونم برای امتحانامون. وقتی که ذهنم خیلی ادبیه مثلا یهو شعر میاد توی ذهنم یا یه داستان کوچولویی میاد توی ذهنم و اونو توی نوت گوشیم یه گوشه مینویسم و وقتی که وقتم مثلا زیاد شد میرم اونو گسترش میدم، اونو داستان میکنم یا اونو شعر میکنم و خیلی از این موضوع خوشحالم. به نظرم این واقعا یه هنره. حالا جدا از اینی که بخوام بهتون بگم، ببینید توی این رشته شما باید خیلی کتاب خونده باشین. حالا یه بار کتاب خونم رو بهتون نشون میدم، پر از کتاب انگلیسی و رمان. ما یه واحد داریم توی رشتهمون به اسم رمان قرن 18 و 19 که خیلی قشنگه. این در واقع توی قرن 18 توی آمریکا زیاد رمانی نبود و اولین رمان انگلیسی رمان رابینسون کروزو هستش از نویسنده دنیل دفو. ما این رمانا رو مثلا ترم بعدی رمان قرن 19 و 20 رو داریم، 20 21 و خیلی زیبا هستن. ما این رمانا رو بررسی می‌کنیم. باورتون میشه مثلا ما توی یک ساعت 20 تا رمان رو بررسی میکنیم و شما همه اینا رو باید خونده باشین. من خیلی هاشو از بچگی خوندم، مثلا من از 13 14 سالگی شروع کردم به خوندن رمان انگلیسی و حس میکنم اون خیلی داره به من کمک میکنه، چون که ما توی یه واحد ممکنه اسم 200 تا 250 تا نویسنده با همه آثارایی که اون رو نوشتن رو بخوایم بررسی بکنیم. خب من توی یه ترم چجوری بخوام همه اینا رو بخونم؟ بعد در طی سالیان سال خونده باشم دیگه. پس شما باید خیلی سخت گوش بشین و خیلی وقت بذارین و مطمئن باشید هر کتاب داستانی، رمانی، ادبی، فلسفی، همه اینایی که میخونید به انگلیسی البته یه جا توی ادبیات انگلیسی دستتون رو میگیره. یعنی اون کتابی که من ازش بدم میومد ولی توی بچگی خوندم، اون رمان، الان میبینم به کارم اومده توی رشته ادبیات انگلیسی و از این نظر خیلی خوبه. این نشون میده که شما باید لحظه ها رو دریابید تا بتونید توی ادبیات انگلیسی موفق بشید. ببینید این رشته یک عالمه گرایش داره. مثلا رشته زبان اگه بخوام بگم گرایشش ادبیاته که من دارم میخونم، مترجمیه و آموزشه.
از آموزش اگه بخوام شروع بکنم، خودش یعنی تدریس و همینم چند تا شاخه داره. مثلا تو کجا میخوای درس بدی؟ خصوصی میخوای درس بدی یا عمومی میخوای درس بدی یا آیلتس میخوای درس بدی؟ آیلتس که خیلی توش پوله. یا میتونی استاد دانشگاه بشی حتی مثلا، و الانم خیلی نیرو میخوان، تو میتونی ادامه بدی. حتی بعضیا میتونن با ارشد یه جا جذب بشن، چون که الان نیروی کارشون خیلی کمه و نیاز به نیرو دارن. حالا این تدریس شاخه هایی که دارم خیلی زیاده. مثلا تو میتونی واحدهای مختلف رو درس بدی. فقط این نیستش که اوکی من انگلیسی بلدم بیام انگلیسی درس بدم. همین تدریس هم خودش خیلی گسترده هستش. حالا قسمت دومش رو اگه بخوام بهتون بگم، مترجمی. ببینید مترجمی هم اینجوری نیستش که مثلا تو بگی من مترجمم، دارم اول تفکر غلط مردم رو بهتون میگم که من مترجمم یا دفتر ترجمه دارم. اوکی، حالا اگه شما دانشجو هستین یا یه پروژه رو بخواید ترجمه کنید، بدین به من براتون ترجمه بکنم. اصلا اینجوری نیست. شما باید یه آزمون خیلی سخت بدین برای مترجمی و مترجم شدن، و اینکه باید حتما بالای 25 سال یا 25 سنتون باشه و آزمونم فکر کنم یه 2 سالی طول میکشه بچه‌ها. ولی وقتی که قبول شدین توی این آزمون، یعنی پول پارو میکنید و ماهی کفش 50 میلیون دیگه کف درآمدتونه. و آره دیگه میتونید توی دفتر مهندسی خیلی گنده بشید. اینم از ترجمه. و ادبیات که من عاشقشم. اول اینکه ببینید ادبیات خیلی با ذهن شما بازی میکنه، یعنی شما رو قشنگ فرد ادبی میکنه و باعث میشه که شما دنیا رو یه طور دیگه ببینید. حالا این میدونم رفیق به بازار کارش نداشت، ولی من حتما میخواستم اینو منشن کنم واسه اینکه من عاشق ادبیاتم. بچه‌ها یه چیز دیگه در مورد آموزش توی رشته زبان انگلیسی میخوام بهتون بگم که واقعا کوکو پر همتون میریزه. ببینید شما وقتی که توی خونتون نشستید و انگلیسیتون خیلی خوبه، یعنی رشته آموزش رو دارید میخونید، اینطوری هستش که یک سری سایت‌های خارجی هستن و از طریق این سایت‌های خارجی مردم تمام دنیا از هر جای دنیا میتونه باشه که میخوان انگلیسی یاد بگیرن، میان توی این سایت‌ها ثبت نام میکنن و براشون استادای خارجی انتخاب میشه و شما میرید. اگه TTC یا آموزشگاه معتبر دارید که چه بهتر، ولی اگه TTC اون آموزشگاه رو ندارید، TTC خود اون آموزشگاه رو میرید میگذرونید، دورش رو میبینید و اینجوری میتونید به افراد خارجی انگلیسی درس بدید و درآمدتون هم دلاری هستش. ببینید نسبت به مترجمی و آموزش ادبیات انگلیسی مهاجرت پذیریش خیلی بیشتره. اول اینکه زبان انگلیسی زبان اول دنیاست. پس شما چه ادبیات آلمانی بخونید، چه ادبیات چینی، فرانسوی، هر چیزی بخونید، زبان اول دنیا در حال حاضر انگلیسیه و قراره تا سالهای سال این ادامه داشته باشه و بیشتر کشورها اول انگلیسی رو قبول دارن. خب و حتی اگه یک کشوری زبانش یه چیز دیگه باشه، اول انگلیسی رو قبول داره، چون این زبانیه که مردم میتونن با هم میدونی ارتباط برقرار بکنن. ادبیات انگلیسی چون که خیلی شما تو این رشته مقاله میخونید و خیلی با فلسفه سر و کار دارید، میتونید مثلا نسبت به یک نظریه‌ای که یه فیلسوف داده در مورد همون یه مقاله بنویسید، مقالتون رو گسترش بدین. اول میتونید به دانشگاه‌های معتبر کشور خودتون بفرستید یا میتونید به دانشگاه معتبر کشورهای دیگه بفرستید و اینو خیلی راحت‌تر قبول میکنن تا مثلا اینکه شما آموزش بشید یا شما مترجم بشید بخواید یه متن رو ترجمه بکنید. نه، چون شما وقتی ادبیات هستین با فرهنگ مردم اون کشور بیشتر سر و کار دارید و بیشتر میتونید تحقیق کنید و به مقالتون بالو پر بدید. بنابراین اونا هم میتونن شما رو قبول بکنند و از این طریق شما میتونید مهاجرت بکنید. پس مهاجرت پذیری تو این رشته خیلی بالاست. اصلا من وقتی که میخواستم برای کنکور زبان بخونم توی ذهنم ادبیات چینی بود. حالا وقتی رابطه ایرانیش این که خیلی خوب شده و درآمد واقعا تو رشته چینی درآمد خیلی بالاست و رشته چینی بچه ادبیات چینی اینجوریه که شما حتی وقتی که به این رشته مسلط شدید میتونید توی ایران، یعنی توی خونه خودتون نشستید، برای شرکت‌های چینی به صورت آنلاین کار بکنید و پول اونا رو تو حسابتون بیاد. خب ولی مهاجرت با ادبیات انگلیسی راحت تره و این یکی از دلایلی هستش که من این رشته رو انتخاب کردم. خب بچه ها، این هم همه چیز در مورد رشته زیبای ادبیات انگلیسی. مرسی که تا اینجا با من همراه بودیم و گوش دادین. دوست دارین فیلم های بعدی در مورد چی باشه یا اگه سوالی در مورد این رشته بازم دارید از من بپرسین توی کامنت ها، جواب میدم و روزتون بخیر.